لحظات آخرم است مولا صاحب. او جوانا باید ازدواج کنن. خواهش میکنم نگاه اونا را بسته کن. بسته خو میکنم، اما اونا میخواین عروسی کنن. اونا هم دیگر دوست دارن. شما عالم دین هستین، دیندار هستین. بگوین مادرت میمونه. بگوین این آخرین روزش است. مولا صاحب میخوایم قبل از مردن نکاح اونا را ببینم. مادرت قبل از مرگ از شما یک خواهش داره. میخوای عروسی کنین؟ چی نظر دارین جوانا؟ نمیفهمم من چه قسم جواب بدم. ایلیف باید برش یک جواب بده. من نمیتونم خواهش کسی را که در بستر مرگ است رد کنم. حالا برش یک وعده میتیم، بعدا هرچی تو بخوایی همون قسم میشه. وعده است. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. نمیخوایی راحت از این دنیا برو؟ مادر برام بسیار مشکل است. نمیفهمم چی کنم. نمیفهمم. دخترم زیاد وقت نداریم. در این باره درست تصمیم بگی. این آخرین خواست مادرت است. اگه واقعا یک دیگه خدا دوست دارین، آخرین آرزوی یک مریضی که در بستر است پوره کنین. دخترم صدا کن. میخوای من راش گپ بزنم. من چی خواهد کردم؟ چطور تصمیم بگیرم؟ با هم تصمیم بگیرین. نکاح با رضایت طرفین بسته میشه. خدایا قبل از دیدن نکاح دخترم جان منکی. جوانا اگه خواسته باشین شما مشوره کنین. ایلیف لطفاً بخیز. نمیتونم این کارا کردن. نمیتونم. بیا استاد شو. به من تکیه کن. اگه خواسته باشی تمام عمر به من تکیه میتونی. خواسته نمیتونم. از هیچ کس خواسته نمیتونم. تو خونه میخوایی اما من خودم انجامش میتونم. چون عاشقت هستم. عاشق من نیستی، فقط به خاطر مادرم قسم میگی. ایلیف چرا نمیفهمی؟ چقدر مشکلات دیدیم. تقدیرم همیشه ما رو برو میسازه. احساس درونی خود نمیتونیم از بین ببریم. اگه امروز نه فردا، اگه فردا نشد پس فردا.
تقدیر خود تغییر دادن نمیتونیم. الیف لطفاً گپای مادرت قبول کن. همراه من عروسی کن. چی شده دخترم؟ چی شده یک دانه؟ نگاه و خالتون بود. بیازو مریض بود دخترم. دزم هر کسی یک روز میمونه. درختا، گلا، پرنده و انسانا تمام ما یک روز زیر خاک میریم. نه مربوطه جان. این به دست من نیست دخترم. خداوند من زنده داشته باشه که شما رو ببینم. انشالله شاهد ازدواج شما باشم. عروسی نمی کنم. همیشه پیش شما نمیشه. وقت پرنده بزرگ شوند از آشیانه پرواز میکنن و بعدن با خود آشیانه میسازن. تو هم این کار میکنی. صاحب شوهر میشی، صاحب اولاد میشی. وقتی صاحب دختر شدی نامش از جان بان، درست است؟ درست است. قربان دخترم شوم جان مادر. هرگز پشیمان نخواد شدی. برات وعده میتونم که پشیمانت نمیسازم. قبلا فقط مسلکم برام ارزش داشت. حال تو هم اضافه شدی. لطفاً اینو قبول کن. ما آماده هستیم ملاسه. خداوند از شما راضی باشه اولادم. مولا صاحب با دعای خیر نکا اینا رو بسته کنه. خبر شدین؟ خانم نورتنشان از سایه نظامی کوچ کردن. چرا؟ خواهر هر روز در خانه جلسه برگزار میکردن، صحبت میکردن. هدف ما فهمیدین اونا با چادر پوشا رابطه داشتن. حیران هستم به هیچ کدام از هشدارها و اخطارها گوش نمیدادن. ماشاءالله وقتی قوانین مشکل تر شد پنهان کردن پس خوب شد که رفتن. یعنی نباید به قسم آدم ها فرصت بدیم. ما کلما صاحب فرزند هستیم جانم. از ما دور باشن خوب است. فقط شما یک بچه مجرد دارین شینایی جان. فرزندای ما یا نامزاد هستن یا ازدواج کردن. خودتان خبر دارین شاید قسمت ما نبوده. ما میخوایم بچه خود عروسی کنم. کلتان میفهمین دینیز یک بچه با وجدان است. ار ناشناسم یاره و بعدن برم درد سر میشه. بهترم است که ما این کارا به شانس واگذار نکنیم. اما هم به همین دلیل آمدیم جانم. قماندان دیمیر میشناسین؟ قماندان دیمیر؟ بله قبلا همراهشان رابطه داشتیم. او بسیار یک دختر مقبول داره جانم. نامش یبراک است. راست میگی. او دختر دوست طفولیت دینیز است. حتی در یک صنف درس میخواندن. بله جانم حالا بسیار مقبول شده. حتی نخواد بشناسیش. حالا یک عکس شبرت نشان میتم. آی بسیار میخوایم که ببینم. این دختری را که میگه ما میشناسم جانم. بسیار زیاد مقبول است. ای بسیار مقبول شده. یعنی وقتی که ما دیده بودمش بسیار خرد بود. یعنی اگه حالا میدیدمش نمیشناختمش. بسیار زیاد تغییر کرده. ایره بیبی بسیار زیاد مقبول شده. بله نظرم بسیار با اخلاقم است. نام خدا بسیار مقبول است. اگه بچه میداشتم یک دقیقه صبر نمیکردم. میشه یک بار دیگه ببینم؟ تو هم سلکو.
و دینیز بیادرت میزیبه اما تو نیست. راستش بسیار دختر مقبول است. ما باید هر چیز زودتر همراه دینیز گپ بزنم. نبایدی دختر از دست بدیم. به نظر من من چی میکنم؟ خدایا مادر من نجات بده. مادر چرا قسم کار از من خواستی؟ ما هیچ وقت با هم بودن نمیدونم. حتی در کنار هم استاد شدن نمیدونم. با بودن من به این ضرر میفهمم بسیار مشکل است. کلگی مخالفت خواهد شدن، سر چادر بسیار گپ خواهد زدن، قوانین جدید، محدودیت های جدید، اما هیچ چیز به جز تو برای مهم نیست. اشتباه میکنی، اما نمیخوایی ببینی هر دوی ما درد میکشیم. مرا ترک کردم، برو. بگو منصرف شدم. نه ترس، پریشان نشو. من به خاطر مادرم تسلیم شدم، اما تو مجبور نیستی. فکر میکنی که از مجبوریت قبول کردیم؟ حقیقت دارم، مجبور هستم، چون تو را دوست دارم. میخوایم در شادیت شاد و در غمت غمگین باشم. مجبور هستم که امروز زندگی کنم. خانواده تو را نمیبخشد. همه یک روز میفهمند که تو را چقدر دوست دارم. تو نظام نیستی، قبول نمیکنم. تا دم مرگ مبارزه میکنم الیف. پشیمون میشی. خداوند شاهد باشه که تا آخرین نفس خود از تو منصرف نمیشم. الفاتحه. با پای هم پیر شوین انشالله. آمین. بیا دخترم، بیا تا آخرین بار تر با آغوش بگیرم. خداوند از تو راضی باشه. گپ مادرت رد نکدی. هر حقی که دارم برات حلال باشه. تو هم حلال کن. حلال باشه مادر جان. تمام زندگیم نفسم فدای داد شما مادر. خوش کنه جگر خود نشی. گریه نکن. تو باید برای خود ادامه بدی. به دانشگاه میری، دکتر میشی. وقت دیپلم خود گرفتی به سر قبرم میایی یا نیست؟ مادر لطفا قسم گپ نکنید. خلیا به تو امانت است. هرچی میخوایی انجام بده، اما تو باید خواهر بزرگ بودن خدا برش ثابت کنی. شما تشویش نکنید. او همه چیز من است. او خواهرم است مادر جان. خداوند از تو هم راضی باشه بچه. حالا بتونم به راحت چشم ما بسته کنم. بیا پیش ما، بیا نزدیک ما، بیا.
هرگز دست همدیگیتان رها نکنین. وعده کنین. تشویش نکنین مادر. تا آخر عمرم دست خانم خود رها نمیکنم. اشهد ان لا اله الا الله. مادر و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. مادر Sulasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. مادر لطفا مرا رها Ben نکنه. kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım خواهش میکنم garip. مادر جان. Oy garip. Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Oy garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar derim. Dört mevsimde derbederim, yazım garip, kışım garip, oy garip. Melek bir gün rahat koymaz, çağırsam yerim durmaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip. Felek bir gün rahat koymaz, çağırsam yerim durmaz. Ayağım aklıma uymaz. دگروال صاحب صحت خاله زینب چطور است؟ کمی ناراحت است. ما که آمدم استراحت بود. خوب میشه انشالله. بازم شفا باشه. زنده باش. هولیا چیه پس دینیس؟ هولیا مادرت عمر خدا به شما بخشید. زندگی سرت باشه. مادر ما چی شده بود؟ دخترم موترشون حادثه کرده. خداوند برات صبر بده. هولیا الکو! تو قاتل هستی، قاتل هستی! هولیا هولیا آرام باش. بخاطر تو از بین رفت، بخاطر تو! هولیا آرام مادرم باش. از بین رفت، تو مادرم از بین بودی. مادرم از زندانی ساختی، پس قرمقال نبود نکن، هولیا. مادرم با قبر رفت کردی. هولیا بابا دست نزد، تو قاتل هستی. اولیا هر دوی شما مادرتان از دست دادین. متوجه خود باش. خبر دارین، شما هم خبر شوین. پدر مادر از این معلوم نیست. ما این از سر سرک پیدا کردیم. بخز امروی ما بیا. هولیا تو میخوای چی کنی؟ مادرم مرد. ایلیفون از ما گرفت. اما من انتقامش میگیرم. این دنیا رو برش دوزخ میسازم. هیچ کاری نمیکنی. حتی از لیف معذرت میخوایی. تو در این کار مداخله نکن. نیست بیادری موضوع خانوادگی ماست. بعد از این ما موضوع خانواده هستم. لازم نیست به خاطر خانواده شدن پیوند خونی داشته باشی. همین که خودت بخوای کافیست. ایلیف همی حسا داره. او تو را خواهر فکر میکنه. بعد از این اگه به ایلیف ضرر برسانی باز با ما مقابل خود شدی.
حالا برو دست روی تبوشوی دعا بکن تا که روح مادرت شاد شود. برو. درست است. بازم زندگی سرتان باشه. تنها نیستین، من همیشه همراهتان هستم. بفرمایین جانم. تشکر جانم. نوش جانت. صبر کو، یک عکس او دختره برات نشان بدم. اوه مرا کنجکاو ساختی. بیا که ببینم. ای دختر است. خوشت آمد؟ وای 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 وای. ای خود دختر قماندان دیمیر است. بله، این قسم دختره دیگه پیدا کرده نمیتونی. طرف ما بیبی دینیز از این گپ خبر داره؟ نه خیر، وقتی که آمدم راش گپ میزنم. اما کم امروز نه وقت کرد. خدا میفهمم مصروف چی است. وقتی عکس بارش نشان دادی باید زود عروسیشه کنیم. اگه از من بپرسی میگم فرصت از دست ندی. سنجر، او وقتی که دینیز آمد پیش او قسم شوخی نکنی. در ضمن اگه بچه‌ام بخواید در ظرف یک هفته عروس شه به خانه میارم. جدی میگی؟ ایره بیبی واقعا دختر مقبول است. بسیار. با هم دیگه خوب میزیبن. تو تشویش نکن الیف. من همراه هولیا گپ زدم. او از پریشانی زیاد نفهمید که چی بگویم. بعد از یک اذیتت کرد برام بگو. زنده باشی دینیز. کوشش میکنم بین خود حل بسازیمش. در ضمن کار تدفینم من به عهده میگیرم، فهمیدی؟ دینیز اعتراض نکن. گپ شوهر خود رد نکن. قسم نکن. خواهش میکنم کسی نشنوه. حداقل برای فعلا. ما به دوستای خودم نمیگم. درست از هر قسم تو بخوای. کوشش میکنم با پدرت رخصتی بگیرم به یک روز. آزادش خود ساختن. نمیفهمم. امتحان میکنیم. وقتی معلوم شد من برات خبر میتون. حالا داخل برو که هوا سردست مریض نشی. بیا. یلماز گرل آوردیم آقا. بیارش. بیاین اینجا بشینین. خیریتی از مدیر صاحب. مرده وقت شب خواستین؟ برات خبر بد دارم یلماز. خانومت فوت کرده. زندگی سرت باشه. توبه توبه. کدامش مدیر صاحب؟ منظور چی است؟ مرا دست کم گرفتین. من 3 خانم دارم مدیر صاحب. البته 2 دانه آخرشون خدا لعنت کنه. مرا در این وضعیت رساندن و خود گم کردن رفتن. خانم اصلیت آقای یلماز، خانم اصلیت. منظور ممو است. مادر اولادایت فوت کرده. زیجان فوت کرد؟ خواسته بود که تبدیل شوه. در اون موتر حاملشان حادثه کرده. زندگی سرت باشه. خداوند بر صبر بده. یک روز برات اجازه میتم. فردا سر جنازه خانمت برو. تا جایی که میفهمم مرحومه را زیاد اذیت کردی. حداقل فردا آخرین وظیفه تا انجام بده. بچیم خوش آمدی. خوش باشین مادر. کجا بودی؟ همراه اردام بودم. او وقتی که تو دیر کردی ما و پدرت غذا خوردیم. اگه خواسته باشی به تو هم یگان چیز آماده میکنم. شنایی
بچه ما گرفته بیاین اینجا به دنیزم غذا آماده کن. درست است. نه خیر مادر، زنده باشین. من نمیخورم، زیاد خسته هستم، باید استراحت کنم. بچیم چرا قدر وقت میخوابی؟ بیا تا کمی با هم گپ بزنیم. مادر واقعا خسته هستم. بیا یک چیزی برات میگم، حال خستگیت رفت میشه. بیا دیگه. پدر چی موضوع است؟ موضوع؟ عروسی. تونستم گپ خدا برات بفهمونم بچیم؟ ای چی معنا میده پدر؟ ای به این معنی که ما به عنوان پدر و مادرت میخواییم که ازدواج تو را به شان شوکت کنیم بچیم. ببینین پدر، من واقعا خسته هستم، نمیخوایم در این باره گپ بزنم. پس ما یه چیز نمیگیم، عکسم رایت گپ میزنه. برو شنایی و عکس بیار. مادر من نمیخوایم عکس کسی را ببینم، پس بیاین. بچیم تو امور را میشناسی، دختر قماندان دیمیرس یاپراک. مادر شما یک بار برام خانم انتخاب کردین، این بار خودم انتخاب میکنم. Hastane önümde incir ağacı, anam acı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Doktor bulamadı bana ilacı, anam ilacı. Baş tabip geliyor yaramdan acı, anam acı. Hasta düştüm yüreğime, dert oldu, anam dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu, anam yurt oldu. زندگی سرت باشه بیادر. زنده باشی بیادر، زنده باشی. بیادر میشه ای بستر به من بودی؟ چرا؟ به خاطر که حال تو میری بیادر، تختم خالی می باشه. اگه به کس دیگه وعده ندادی میشه به من بودی؟ چرا بیادر؟ من خودم استراحت میکنم. فقط که تو برمیگردی. توبه توبه، دهنت به خیر باز کو بیادر. من خونم میمرم، به دفن کردن خانمو میرم. البته دفن کده برمیگردی. بلی از خدای وقت صبح از من چی میخوای؟ برو از این یکم شو بیادر، برو خودم جگر خونه هستم. توبه توبه. درست است بیادر، درست است. قهر نشو. این گپ بین خود ما می باشه، به هیچ کس نمیگم، فرار میکنی. راحت باش بیادر. فرار چی بچیم؟
میخوای ای قسم فرصت از دست بدی بیادر؟ بیبی خانم مرحومت و تو یک فرصت طلایی نصیب کردم به خاطر رفتن به جنازه اجازم گرفتی، باز چرا برمیگردی؟ با خدا راست میگی، چرا دوباره برگردم؟ خانم شنایی صبح بخیر، من اولیا هستم. صبح بخیر. صبح بخیر دخترم، چرا نامدی؟ من امروز آمدن نمیتونم چون مادرم دیروز از دست دادم. راستی؟ بسیار زیاد جیگرخون شدم. زندگی سرت باشه. دوست زنده باشه. با کمک ضرورت داری جانم؟ نه خیر، بسیار زیاد تشکر. شاید چند روز آمده نتونم، خواستم براتون خبر بدم. درست است نیا، استراحت کو، چند روز بعد آمده میتونی. بسیار تشکر. محترمت، حالا به قبرستان میریم، براتون روز خوش میخوایم. خیرت از خانم شنایی کدام خبر بد شنیدین؟ صفاکار خانه ما بود، مادرش فوت کرده. پس این قسم است. پدرشم فوت کرده بود. خدا میفهم اقارب دارن یا نی. دختر بیچاره در سن جوانی کاملا تنها مانده. از طرف شبم کار میکنه؟ راستش نمیفهمم. میفهمی آقا قدرت غذایش زیاد خوش کده، اگه جای برفتن نداشته باشه باز از طرف شب خانه ما بوده میتونه. نمیفهمم، مرا بسیار زیاد راحت ساختین خانمیشه. من کارش زیاد خوش دارم، اما دختر جوان است، یعنی راستش من نمیتونم که او رو در خانه خود نگاه کنم. تا جایی که میفهمم همراه دینیز از قبل معرفی از همو تو نیست. حتی این کارم دینیز برش پیدا کرده. دیروز وقت خانه ما آمد دیگه ببرم گفت. نه خیر جانم، او را از کجا میشناسه؟ به خاطر که فقیر و بیکس بوده دینیز خواسته برش کمک کنه. شما دینیز نمیشناسین، قلب پاک، دل رحم داره، بسیار با وجدان است. میفهمم، اما بعضا وجدان بلای جان انسانم شده میتونه، اما تو نیست خانم شنایی. به هر صورت من دینیز زیاد دوست دارم، نمیخوایم جگر خون شه و از خاطر این گپاره گفتم. خدا نجات بده. به اندازه کافی اولادای ما درد کشیدن، نامزدیشان فسخ شد، اینقدر ساده نیست، اما در هر کار یک خیر نهفته است. امیدوار هستم که دینیزم یک روز امرای زندگیش پیدا کنه. حتی میتونیم بگوییم که پیدا کرده. همراه کسی رابطه داره؟ به زودی براتون معرفیش میکنم انشالله. درباره دختر قماندان دیمیر فکر میکنم. ها، پس این قسم هست. او به زودی امراه دینیز رابطه پیدا خواهد کرد. خوب است، مبارک باشه شنایی جان. سنمام یکم سفر خوب پیدا میکنه. anne çocuğum anne ağlıyorum hasret kor gibi yaktı beni yangınlarda kalbim درست آمد کبود که درست آمدم تو نمیدانی هولیا بگی که من چه قسم خیز میزنم بگی دیگه تو میتانی البته که میتانم duy sesimi anne bırakma beni hayat اونا رو ببین هنوزم بازوی طفلانه انجام میتن مادر شما بیاین اسم موزیک کنیم halbuki الان در چه قسم خیز بزنم و ما مشکل خیز بزنم کنم میفهمی که من در جوانی چه قسم ریسمان بازی میکردم راست میگه بسیار خوب ریسمان بازی میکرد حتی من در وقت ریسمان بازی عاشق شدم همونطور زن حالا دیگه بیایید
توبه در کارهای ناق وقتی خود ضایع میسازی. او را ببین، قسم احساس که قبلا این کار انجام نداده باشه. البته که انجام ببین، حال ببین چه قسم ریسمان بازی میکنی. پس کیز بزنده؟ حالا عجله کن. مادر، مثل کانگورو خیلی ریسمان رو درست نابده. صبر کنید دخترها، ما میخوایم ریسمان بازی کنم. صبر کن جانه، یک جا کیف میزنید. شروع کنید. دیگه خانم بعد حالت خوردنم رو خیر دادم بهتون. تربیت میدهی خانم. بگی خانم. حالا برین عجله کنید. برین. Ne olur affet anne, ben kendimi affetmesem bile sen beni affet. Utanıyorum ama Zican, göçlere bir ateş amade. درست است مهرمشان بگی. ne olur affet anne, ها تربوزان عذاب دیگه بیار اگه نیاب خواهد بوده. توبه چه قاب سرد است یورنا. صبر کنید من میایم. چرا ششم بلند شدی؟ نمیذارم تربوزا رو آب میبرن. دستتونه بیا دخترم بیا. بگی بلند شوید مادر، بلند شوید. دختر مادرت مهم نیست، تربوزا رو بگی اگه نیاب میبری. توبه از این رقم شد. بیایی دستتانه برم مادر. چیکاری دختره؟ من چه مفاهم بودم؟ اونا قصدن خود کار میکنن. دخترها بعد اینجا سر آتش کباب شوام شما داغ سر ساتیری کنید ها. فقط منتظر باشید. حالا که تربیت حالا میگیره. کمک کنید. چی میکنید؟ کمک کنید. خدا جا خواهد بکن. بفهمم رو کن چی کنم. صبر کنید. این کار خوشتون آمد ها؟ حالا با خوبا کروش با تو. Anne, çok üşüyorum. Anne, مادر من چی کنم؟ مادر من بدون شما چی کنم؟ kor gibi yaktı beni. Yangınlarda kalbim yaralı şimdi. میبینی نه اما تو نیست ذهن مردم با چی گپا مخشوش میسازن. توافق نامه 8 سال تحصیل بدون وقفه را امضا کردن اما حالا با تطبیق نکردن این قانون هزار بهانه پیش میکنن. ما فریب بتن به نام اتاق قانع سازی یک قانون نو طرح کردن. با گفته خودشان در دانشگاه مرکزی استانبول با زور چادر محصلین از سرشان دور میسازن. نه خیر این امکان ندارم.
کاش که همراه خانم رنا گپ میزدین تا حقایق به شما میگفتن. اما بازم ما به شما یک معلومات کوچک میتونم. بله، راستش ما هم قسم یک خبر شنیدیم، اما با هیچ وجه کسی چادر کسی را از سرش پس نکردن. در جلسه قبلی امنیت ملی بعض تغییرات در قوانین پوشاندن لباس ایجاد کردن. از مسئولین میخواین تا این قوانین قبول کنن. کسایی که میگن قبول نمیکنیم و با مسئولینی که همیشه مشکل خلق میکنن با بزرگا دیدار میکنن. میگن چرا نمیخواین قبول کنین؟ اگه قبول کنین کار خوب است، اما قسم میگن. یعنی در یک فضای کاملا صمیمی و دوستانه کوشش میکنن فقط با اونا گپ بزنن. اما رسانه ها چیزی دیگه میگن. گفتن دختره که دیروز مرد از اتاق قانع سازی بیرون شده بود. اگه به گپ این آن باور کنیم باز اصلا پیش رفته نمیتونه. بهتر از شما به دانشگاه رفته با اونا وقت ملاقات بگیرین. از خانم رنا بخواین تا حقایق به شما بگوین تا هیچ نوع پرسش در ذهنتون باقی نمانه. همچنان وظیفه شما به عنوان یک خبرنگار اطلاع رسانی به ملت است، نیست؟ با کمترین فرصت همراه خانم رنام گپ خود زدم. خوب است. جنرال صاحب، مربوط من نمیشه، اما اگه اجازه تان باشه میخوایم یک پیشنهاد کنم. بفرمایید جنرال صاحب. میفهمم رسانه ها تاثیر زیاد داره. نمیشه که خانم رعنا یک بار خودشان در پرده تلویزیون ظاهر شوه. بسیار گپ خوب است. حتی همراه چند محصل که ملاقات کردم حاضر نشدن که با زبان خود بگویند که هیچ فشار بالایشان نبودن. بله، دقیقاً با زبان خودشان.